سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهای خوبش و نعمتهای رایگانش. اما بعد تصمیم گرفتم بنده انشالله یک چند نقطه و نظر خدمت آید مرزهای تاجیکستان برای شما امشب گزارش بدم یا یکی گفته کنم آید به مرزها. 2 روز پیش 25 اکتبر همین سال، 2 روز پیش در مرز قرقیزستان و تاجیکستان، همو ولایت سوغده، همو بادکندی قرقیزستان یک تیرپرانی شد، زد خورد شد. 1 سال پیش من یک صحبت داشتم درباره همین واروخ، همین مرزها، یک شاید کوتاه بود، اما همون صحبت انشالله با امروز پراتر گپ میزنیم. یعنی در این باره صحبت ما کردن، دیگر برادرها هموطنای ما کردگیان، اما این کم بود و هر روز گپ زدن یا که هر دفعه که همین حادثه میشه باید گپ زنیم. این معنی را نداره که یک بار گپ زدیم تمام دیگر. خب نگاه کنیم، 25 اکتبر تیرپرانی شد. حسابش گفتن گزارش شده که 10-15 نفر، بعضی رسانه بود که 20-25 نفر بودن تیرپرانی کردن از طرف قرقیزستان، مرزباناش، سرحدباناش، به طرف مردمی ما و شما تاجیکستان یا یکی مردمی همو اسفره. فرق نداره اسفره باشه یا که از افغانستان به طرف 5 حمله کنن، از ازبکستان به طرف ریگر حمله کنن یا که از طرف خیتای به طرف بدخشان حمله کنن، همش تاجیکستانی، همش مردم، همش انسانی، همش حقی برابر دارن. ما و شما باید ایو دفاع کنیم. خب از این چی گفتنیم؟ ما هر سال جشن 23 فوریه میگیریم. جشن میگیریم 23 فوریه. بعضی میگن عید مردا، بعضی میگن که جشن ارتش ملی یا یکی نمیدونم جشن یک 27مین سالگرد، امسال هم خیلی شد 27مین سالگرد تأسیس یابی ارتش ملیش میگن. خلاصه جشن میگیرن هر سال 23 فوریه میگن جشن مردا. زیادتر همین خیلی بعد دخترایی که یک بچه را دوست میدارن میده یک گلش میته یا که یک زن دیگه که شوهرش ناز میبینه، شاید هم خیلی باینده هسته که گلتیک پدرکه هدیه هم خیلی دادنک میشن، میگن جشن مردا. که ما جشن مردی نداریم. جشن مردی همون رو وقتی ما حسابش میگیم که مرد از خودش دفاع کنه، مرد ناموس، ننگ، حفظ وطنش، دینش حمایت کنه، او روز برای او جشنه. نگاه کنین جشن میگیرن وحدت چی 23 فوریه در همون زال، همون تالار ده رقص بازی میشوه. 23 فوریه سال 1993 اولین تأسیس یابی ارتش قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بود. از همون روز تا این امسال 27مین سالگردش قید میکنن کنسرت قطعی رقص بازی. میدونن که رحمان ده فرق نداره، او جنازه او خیر خدایی صدقه رمضان فرق نداره، هم رقص بازی قطعی را پیش میبره. در صف اول گنرال‌ها شدگن در همین روزی 23 فوریه. گنرال‌ها همو یا گله مدال ایجا آوردگن برای چی کارشون؟ ما گنرال نفر میفهمم که یک کار قهرمانانه میکنه، صادق به وطنش او سزاوار گنرال هست. خب ما گنرال زیاد داریم در همین آسیای میانه، شاید در جهان باشه از همه ده گنرال زیاد در تاجیکستان هست. اساس گنرال دادن وقت ساعت داره در چی نظام ارمی همه خیلی است که هر یک در همه نظام ها همه ارمی ده همه خیلی وقتی که یک سرباز یا که افسر که در قواهای مسلح یا که مدافع همین ارمی ده خدمت میکنه، کار میکنه، یک مهلت میگذره. اگر چی باشد کارگری همونجا باشه او ده رتبه حربی میتن. همین گنرال دادنم بعد از پالکونیک 3 سال، بعضی 5 سال مهلت دارن. بعد از پالکونیک شدن 3 سال یا 5 سال اگر که در بین یگون جنایت نکنی، یگون گناه نکنی، انتظامی همون حربی را اگر نشکنی، اما آیناموشه حتما رتبه گنرال برای تو میتن. موافقی؟ همون چیشون
نظامنامه شد. اما کاری قهرمانانه میکنه، یگان کاری که فوق العاده میگن کو یک نفر از مرگ نجات میده یا یک ملت از یگان حادثه دیگر نجات میده، یگان قوم یگان دهه را ایده میشه که یک رتبه پیش یک بار نه رنگی او گرچ کی بارن یک بار گنرال بتن خدمت نکرده، автомат از پیش ندیده، پیستولت نقاپیده، نمیدون لباس حربی را از پیش ندیده و پوشیدن خدمت کردنش یک طرف برن گنرال بتن، این دیگه گپای این واقعی عقل درست نمیگه. این طریق قهرمان در روی دنیا یگان مادر تو امروز زایدگی نیست، یگان مادر تو امروز هیچ قهرمانی گنرالی که لباس حربی را نپوشیده، автомат از پیش ندیده، در بین سلطات خوب نکرده، این طریق مادر از اول دنیا توز را هیچ کنه زایده. این طریق قهرمان، طریق گنرال هیچ کس زایدگی نیست. خب به هر حال گنرال را همشه گویا که خدمت به وطن کردگیان، صادقانه کردگیان گنرال شدگیان و میدونه که ارمیاده از خطا نکنیم 2007 سوگند هم به پرزیدنت هم به وطن. اول میگه که به پرزیدنت قسم میخوره، صادقانه به پرزیدنت خدمت نکنه، میگه بعد به وطن. این گپ کفر است، بغیر از کفر است، از نگاه دنیایی درست نیست. پرزیدنت خادم خلقه، یا که بگیم کمتر کوچکی که بفهمید خره میدونه نه، یک حیوانی که بگیم که یک خدمتگار مردم کو حیوان خر 4 پا داره. انا پرزیدنت عمومی خره، یعنی خری ملت باید به ملت خدمت کنه، سرش خم باشه. انا گنرالو خب اکاز دیگه چوپلوس کارگر زیاد چی دیگه همش میگه که ما پیرو پیشوی ما با پیشوا صادق میمونیم، اما گنرالو پالکونیک پالکونیک تمام حتی سربازا یکمین که قدمی در ارمیا در خدمت میمونن، قواهای مسلح ده میگن که با پرزیدنت با وطن صادقانه خدمت میکنیم. این گپ درست نیست. با پرزیدنت هیچ که باید خدمت نکنه، پرزیدنت باید به مردم خدمت کنه. اینجا یک مکری رحمانفای الان نگاه کنین، جشنی گفتیم روزی ارتش ملی را میگیرن هر سال 23 ده. نگاه کنین هر سال یعنی 5 سال اخیر قریب 3 بار تیرپرانی میشه در مرز قرقیزستان سوخت. هر سال میشه. این هم سال این 4م بارش بود. 4م بار است که تیرپرانی میشود در مرز قرقیزستان ولایت سوخت. با ممبر تیرپرانی از طرف قرقیزستان به طرف مردم ما میشه، مردم ما رو میکشن. سال گذشته در دوران 16 سپتامبر یک افسر پالکونیک بود، دو سرباز یک افسر دو سرباز کشته بودن، سربازای که سرحدونه قرقیز. شما ببینید چی بکشتن شد، یا نمیتونستن اخشون دفاع کنن، اما автоматشون تیر نداشت. داره ما ویدیوی شما در نشان دادم، شما دیدگی هستید که در دستش سرباز و افسر تاجیک یراق داره، شاید تیر داره، شاید میای دستش یک شهروند عادی قرقیز автомат همه گیره از دستش. باید که موافق همی حربی وینی نمونه که چند قدم به تو نزدیک شد باید تیر بزنی، یا تایپاش یا که عثمان اشاره کنید اگر به تو حمله کرد نزدیک شد باید بپرونیش. موافق ارمی همینه. ایدستشون автомат هم میگیرن، ترسانچیکا بومه تنش автомат. این همین 2 روز پیش هم تیرباران کردن مردم عادی را. اینجا نگاه که ما قشونهای مسلح داریم، قشونهای زود عمل داریم، قشونهای خشکگرد داریم، قشونهای هوایی داریم، قشونهای ضد هوایی داریم، وکیده داریم، امنیت داریم، گواردیای ملی داریم. هر قدر بسیارن که همه یا با بخشش گنرال داره، همه یا با بخشش فخر میکنه که پالکونیکم گنرالم که به وطن خدمت دور میگن. همه میو تیرباران شد از جانب یگان گنرال. همه گنرال ها حق دارن که بغیر از اینکه رحمان و فس بگه و میدون، یا حق دارن که یگان نظرشون بگن یا که بدون برن همو مرزی اسفراو بودکند یا قرقیزستان، یا حق دارن که بدون برون. برای چی؟ اینجا همش کاری رحمان فای ایمال اون تو فس نگه یا از جاشون نمی جنبند. همه همین میدونن، خیلی میگن هیچی نمیدونن. 3 ماه پیش 27 مای این همین سال، این همین 2020 27 مای از جانب یک سرحدبان قرقیز به طرف یک زن شکرانه شریف وای 25 ساله تیر پرونده شد، تیر کشوده شد در پاش. او را بردن بالنسای ولایت سوغده. نگاه کنید، یک دختر یک زن از طرف یک مرد یک سرحدبان
در داخل اسفره، در داخل تاجیکستان کی واکنش کرد، کی آواز برآورد، کی گپ زد؟ اینا قدر گنرال زیاد داریم. این ملعون اومالی خچم گنرال ارمیا بود، با خودش خچه باز زبان داد گنرال مینوس کرد، سینوس کرد، چیکاری کرد خچه. یعنی همه در بالا فرمانده قوه های مسلح همین رحمانوف خچه. گویا که به ناموس است. نگاه کنین، زن پراندن در پشت از جانب ما و شما. ما برای چی به پروا شهرونده عادی خواه میکنیم؟ این همین تاجیکستان دیگر دولت ها فرمان داره. به پروا در خانه خواه میکنیم. برای چی؟ برای میدونه که ما سرباز داریم یا که نمیدونم افسر داریم، گنرال داریم، ما ارمیا داریم. میگن نگاه میکنن مرزا را یا که دشمنه. یکی از وظیفه های همین قوه های مسلح همیه که مبارزه بر ضد دشمن یا که زدن و برگرداندن حمله های دشمن از طریق سرحد. یکی از وظیفه و مسئولیتی همین قشون های مسلح همیه، همین ارمیای تاجیکستان. ما نگاه که قشون های خشکیگرد داریم، قشون های خشکیگرد در ما دریا که زیاد نداریم که قشون های بحری داشته باشیم. جنگ ها سه نمود میشه: جنگ های خشکی، بحری و هوایی. ما همش که سیستم اما قشون های خشکیگرد داریم. 28 می سال 1994 اولین بار تأسیس یافته بود قشون های سرحدبانی یا یکی چیش میگن، نام دیگه شن میگن یا نام دیگه، یک نام ادبی گشن میگن. همین سرحدبانا یا که مرزبانا اولین بار تأسیس داده شد 28 می سال 1994. امسال روز 27 یک روز پیش نگاه کنین، شکرانه شریپова 25 ساله رای دختره 26 می زدن. 26 می در پشت تیر پراندن از طرف یک سرحدبان قرقیز. 27 می رحمانوف از صفحه رسمی خودش تبریک کرد تمام گنرال ها، قوه های خشکیگرده همو یا که مرزبانا را، تمامی از گنرالش تا پایان سربازش تبریک کرد که شما شب روز بدارین، مرز بومی وطن شما نگاه میکنین، با وطن صادقانه خدمت میکنین، مبارکتان بود. تبریک کرد همه کارمندان یا که همو ساحه ساختار چیشه حربی مرزبانای سرحدی شه. این تحت نظارت کمیته دولت امنیتی ملی است. همین مرزبانان یا که همو قشون سرحدی تحت نظارت کنترل کمیته دولت امنیتی ملی است. معاون اولی رئیس کمیته دولت امنیت ملی همین بچه خولای اومالی خچه رجب علی رحمان علی فیضلی و سردار ستاد، سردار قشون مسلح یا که سردار قشون های خشکیگردی همین مرزبانان تاجیکستان است. همین رجب علی رحمان علی گنرال پالکونیک شد. وقت از بین در بین 10 سال گنرال پالکونیک شد. من نمیدونم که برای چی داد را. اینا نگاه کنید، با میگم که در مرز قرقیزستان، ازبک، تاجیکستان چندین بار شد که جنگ میشه، تیرپرانی میشه به طرف فقط مردم عادی. ولی همون 3 نفری گفتم مردن، وفات کردن سال گذشته، همون را اگر بکنید در بین مردم یکی تیر رسید چون و دفاع نکردن. من باور دارم که و دفاع کردی نیستند. و همون از طرف قرقیزستان تیر پراندن که کسی جواب نداد. قرقیزستان 6 میلیون 300 هزار اهالی داره. 2018 به شاید که 2006 نیم شید شاید 2 سال پیش بود. یعنی اهالیش کمه. ما میگه به 10 میلیون نزدیک شده. 9 میلیون بود ما و شما 2018. شما ببینید رحمان با اون که فخر میکنه هر سال جشن میگیره، بین سربازا داد، بین گنرال افسرا داد، رقص بازی خرسندی میکنن، مردم عادی را تیرپرانی میشه و طرفشون یک بار فس نمیگن. یگون تاش گویا که نمیدونه، گویا یک مردم یک کشور دیگر را پراندگی باشن یا که در یک مرز دیگر جنگ باشه. این همین شب روز قریب 1 ماه میشه بین آذربایجان و ارمنستان جنگ رفته است. میدونین برای چی جنگ رفته است؟ ایشان میدونین.
برای الان یک پارچه زمینی که چندین سال در دست ارمنستان بود. امروز بعضی دولت ها هستن که هم خیلی چندین عصره اگر که بدونه که یک پارچه زمینشون 10 جو رفته دعوا میکنن، کار میکنن که یا با زر یا با زوری باید بگیرنش. و بعضیاش کوشش میکنن که پارچه وام نباشه یک صلاحیت یا یک قدرت در دولت داشته باشن، یعنی همون دولت تحت نظارت خودشون میگیرن. این خیلی کارا هم هست. ما را زمین خودمون میگن که با زمین بحث برانگیزه. نمی که اگه جنگ میشوه اینمی کمیته امنیت شرم نکرده میبروه اظهارات میته، یعنی گزارش میته که از طرف قرقیزستان یک کار اغوا انگیزانه شد، تیر زده شد. در دومش میگن که این زمین بحث برانگیزه، این باید که با طوری صلحانه یا که مسالمت آمیز یا صحبتی یعنی سر میزی یا که دیپلماتیک کنیم که این کار حل شود. با طریق گفته شنید، با طریق گفته شنید سال گذشته یا دارین که هم طریق تیرپرانی شد، چند بار مرز قرقیزستان تاجیکستان جنگ شد. رحمانوف داوید رفت از اون طرف پرزیدنتی سابق پیشینی قرقیزستان جیمبکوف اومد. رحمان با نگاه که وقتی رزبا رفته، جنگ رفته، صلح رفته، یک مسئله جدی در رفته، مردم معلم از زدن کشتنده تونسته یک معلم ایسفره را در وقتی موتم در همون محله با همون ستیلش دو دختر بر اومد و صاحب داشتن نداشتن خیلی شخصشون میدونن. شاید نواسای رحمانوف خودش بود یا که دخترای رئیس ولایت سوخت به شاید برآورد، چون که رحمانوف چشم چرانی کنه سیر کنه با هم گلو دادشون بر اومدن، با هم رقص بازیشون هسته. چیزو دیدگین یا که ندیدمشون بدونین در اینترنت هسته. رفتن گفته شنید کردن، اومدن یک نوبت با هم جنگ، با هم نفهمی بین مردم با ارمی قرقیزستان جنگ دارن. میرم میفهمین مردم عادی ما نمیفهمیم که یک سربازی تاجیک یک سربازی سرحدبان قرقیز پرونده باشه. این را هیچ بر نشنیدیم. باید بگم که سرحدبانو وظیفه دارن که هر یک ما میگیم دشمن سرحدبانو برای چند دشمن تاجیکستان نداره، داخل وطن ما نداره که مردم ما رو آزار نده. برای همینه یا بگجا میدونن چه خیلی میپرونن مردم عادی را که سرحدبانوی ما نمیبینن یا که اقلا زورش نمیکنن که ما در همین جای ابروی ما پس میشه بگردین. دگجا میزنن این مردم عادی را سرحدبانو یارق خود در دستشون سلاح تیر دارن و فکرم خالی نیستن در دستشون، چویی نیست که بترسن. ما باور دارم که همین سربازای ما از چی میترسن؟ فکر میکنن که همون سرباز با طرفش سرباز قرقیز تیر بزنم فردا در تاجیکستان همین حکومت خودش میبره محکم میگن که ترکی گفت که به اجازه تیر بزنه. همین ترسی خودشونه از این طرف این طرفه، از این طرفه میترسن تیر خالی نمیکنن. مرز بومی وطنه و اونا قسم میخوانه بایدوی درباره وطن میگن اخش گریه هم میکنه. برای هر یک شما قرضه ای رحمانوف نپرسین، کمانده او طرف گوش نکنین. شما خود قسم میخورین که پیشه همون پاتون در خدمت موندن سوگند تنتنوی میخورین. ولی نه ابلیس هم امروز چندم 3 روز بعد قسم میخوره. اینا 3 روز بعد قسمی پرزیدنتی میخوره. قبولش نداره معلومه که میبره اینا 4م 5م باره قسم میخوره. خب قسم اگر پیشیناش وری باشه یکم نام خدا را شرمنده میکنه، نام خدا را میگیره برای مردمی بیچاره بدونه که آ اینا نام خدا را گرفت. بعد از او با اون شیر که او چشم مرده شاید باید گرفت. بله با شیر او چشم قسم میخوره. شاید او زنش حج را با شیر زنش هم قسم بخوره توزش گفته. شاید با یگون قسمی با نوتر اختیارش کرده باشن، یگون گپی نوتر خوبتر جدیدتری که تری زور باشه مردم کیف کنن. بغیر از یا با مرز زمین وطن قسم میخوره. میدونه نه؟ همون سوگندو شد دارین. سوگند با آب و خاک و مقدس وطن میگه که با تمام دریاها و با کوه و با زمین و با همون مچید بعد از سرخون مردم قسم میخوره. برای چی قسم میخوره؟ یعنی شما در وعده میته یا که اطمینان میگه که شما مرا باور کنید که من قسم خوردم، من آباد میکنم، من وطنم محافظت میکنم، من وطنم نگاه میکنم، من مردم
با تمام شرایط مهیا میکنیم، حفاظت میکنیم، عیناً ناموس از تمام مقدسات. اما میدونین که زمین به خیتای فروخت، میدونین به خیتای فروخت 2011. همین زمین قرقیزستان هم چند کسی من شنیدم میگن که 2012 یا 13 همین بین همین یک سال ده با قرقیزستان فروختگی هم زمین بحث برانگیزه. الان نگاه کنید گپ درباره جنگ میروه بین دو کشور، بین مرزها. میگن که دولت‌های هستن که این طرح حادثه که ایدا بگیم جدی‌تر سخت‌تر میزنن، مجبور ایدا سی دولت میگیرنش. ما زمین خودمونه میگه زمین بحث برانگیزه خراب میکنن، در داخل وطن میکشن، هموطنان ما رو از طرف مردم بیگانه خراب میکنن. فقط یک گزارش میتونن که یک کار اغوا انگیزانه بود. اینجا این گپ نیست. تو راه هموطن تکشته تو باید بخیزی ای دفاع کنید. همین یک مومنت میشه که تو به همین سبب بخیزی بزنی، جنگ کنی، تمام قوای مسلح بخیزون. عمل اون یاد دارین هموطنان عزیز که امیر رحمانوف در ولایت سوخت رفت، در ولایت چی ولایت بدخشان سال 2017 بود یا 18 گفت که 7 گروه یا که 7 نفری جنایتکاری مواد مخدر در همین ولایت سوخت، گفت ولایت بدخشان یا را باید که یا بعد از سپاه خودشون بیان خودشون را تسلیم کنن، یا گفت که اگر نشود از قوای مسلح استفاده میبرم. نگاه کنید با طرف مردم خودش قواهای مسلح استفاده میبرن، یعنی تانک و بتر. اما 5 سال پیشش وقتی زده بود که امو ولایت بدخشان تانک و بتر بود. 24 ایول دیاد داره نه، تانک و بتر بود، مردم خودش تانک و بتر قد زده بود، автомат قد تیر برون که بود، بمب مونده بود خونه نو. این ولی چی نم داشت یک تا از کل لیدری همی ولایت مختار کوهستان بدخشان خونه هم ده ساعت 4 سر ده بمب میمونه میترکه. وحدت ده تیر برون که بود 2015. خب این رشت غرم ده تیر برون که بود. سال 2019 یک سال پیش سال موتم در تاجیکستان بود. میدونید چطوری ماه رمضان ده 19 می ده در زندانش کیپشن شهر وحدت 29 نفر زندانی و 2 نفر گفتن کارمند زندان، یعنی نگهبانای زندان، یعنی به قتل رسیدن در داخل ترمه در 19 می ماه رمضان. نگاه کنین مردم خچه چقدر کشتن در اوستا قادیره. با یک ماه گذشته 19 می کار کرد، مردم بیگناه را در ترمه کسی است او مظلومه، بیگناه است. ایرا بدونین ترمه جای مظلومه. با گناهش یعنی گناه که جنایت کرده ترمه رفت، گناهش پاک می شود. ترمه برای چه؟ یعنی گناهش بخشیدن. این هم نگاه دنیا هم نگاه شریعت همه خیلی. جنایتکار اگر در دنیا جزا نگیره در آخرت جزا میگیره. در دنیا جزا گرفت تمام کار او حله. 7 ایول یک ماه بعد 2 ماه بعد بخشش 2 ماه بعد مای ایول ده 128 زندانی را یعنی تورمچیکا را از ولایت سوق باید به شهر دوشنبه میوردن. در راه بین ورزا بود دوشنبه بوده 14 نفرش میکشن، بیرحمانه میکشن، بیرحمانه. شما ببینید چقدر قادرن در مردم خودشون کشتن. و او دادستان برآمد نویا موشایکو یوسف رحمان اینا را پالکونیک داد برای نمی صادق بررحمان نه برای نمی یار پالکونیک میتا دادستان کل یوسف رحمان گنرال پالکونیک عدلیه. این وزیر داخلش نو کیتای سایکو چون داره جکی رمضان رحیم شاعر گنرال پالکونیک وزارت کارهای داخلی. این که یتیموف ام گنرال پالکونیک اونا خش خچم گنرال پالکونیک گفت اونا سابق دادستان کل شیرالی سمی بود کی بود اونا رو گنرال پالکونیک دادن. شیرالی میرزا رو نمیگونه شیرالی پالکونیک، شیرالی خیلویف هم شیرالی میرزایف هم یا هم گنرال پالکونیک در وزارت مدافعه. انا نگاه کنید 14 نفر بیرحمانه کشتن. یوسف رحمان برآمد گفت که نان زهرالو دادن، تصدیق شد که نان زهرالو خوردن مردن. خب ببینید نه یه وقت قسم میخونن که نان بزنن نان یارو زد. بغیر از این نو در همین وقتی که زندانی وحدت کشتن سردار
زندانبان‌های تاجیکستان یا که معاون اول وزیر عدلیه گنرال مایور کی بود عزتالله شریف زورو انمو بود او را وظیفه گرفتن با نفقه رو کن جزاش ندادن باید جزا میگرفت با نفقه روانش کردن در جای آوردن منصور عمر از معاون یتیم گرفتنش معاون رئیس کمیته دولت امنیت ملی بود بردن در سردار ریاست جزای دهی زندانبان‌های تاجیکستان یا که معاون اولی وزیر عدلیه تعیینش کردن منصور عمر همین برآمد در یک رسانه آزادی بود گفت که تصدیق شد گفت که سوال دادنش که برای چی چند نفری که عکساشون پیدا شد ویدیوشون سر روی سیاه داشتن زدگی وارد بدن میگه که ماشین محکم به دست شاید که هوا گرم خب را داخل هر طرف این طرف جیم بیده ماشین همون تا شاید یگون تاش افتیده سر روش سیاه شده انا ببین این لعنتی را چی جواب داد خب بعد چیش کردن به همین گپای همیو به همین گزارش‌های دروغ همیو خب کردیم همه مردم به میدان نبرآمد باید به میدان میبرآمدیم در اینجا دیگه ما قواهای مسلح ما دیگه یگون نفری نداریم که با او اعتماد کنیم که یگون ساختار وزارت حلش میکنه باید مردم به میدان نبرآمدیم در زندانا را در این ترمکشتن نبرآمدیم همین حادثه باز دور نشده در همون سال 2000 یک سال پیش هم 2018 در ولایت سوخدم بعضی گفتن 50 نفر بعضی گفتن 70 نفر در زندان خوجند هم تیرباران کردند ایرا باید دورین کشته بودند همین سال 2018 2019 در وحدت دره سوخت دوشنبه 6 نوامبر سال گذشته 6 نوامبر رحمانов در کجا بود در فرانسه چیکارش داشتن دستمالش داشتن 6 نوامبر در مرز قریبی سرحد ازبکستان تاجیکستان 15 نفر بعضش زن بوده کودک هم خدشون بوده و ده سرحدبان یا که ده سرباز هم در اونجا کشتن گفتن که کاری همون دولت اسلامیه شما ببینید چیکار کردن این حادثه رو ما برای چی میگم نوان یا کونه نیستن یعنی زورش به مردم خودش میرسد تیرباران مردم خودش میکنن این ای قرقیزستان چی با ما نگاه کنیم با افغانستان هم مرزیم ما را سالهای دراز نمی رحمانوف این همی روز با یک گنرال امریکایی شش خودش دانا گرفت اومنی دورک میگن که اومنی دورک خودش دانا گرفت برای صلح آرامی افغانستان گپ میزنه برای صلح آرامی افغانستان تو کجا در پیش تیرباران کردن مردم خود کشته تو درباره مرز خودت گپ نمیزنی ما با افغانستان هم مرزیم ما رو سالهای دراز طالبان میگن انصارالله القاعده دیگر میگن میترسونن تا همین روز شنیدن که یک سرباز افغان یک سرباز تاجیک که هموطن ما رو چی در پنج باشه چی در طرف همدانی کشته باشه نشنیدیم برای چی برای مرز افغانستان تاجیکستان یک وقت روسیه نگاش میکرد در اینجا یگان بحث برانگیز نیست زمین فروختگی نیست بایا در طرف قرقیزستان زمین فروختگی زمین خودشونه این دور خودشون کردن برای همون بستر بلند مردم عادیش هم سرحدمونش هم تیر خالی میکنن میدونن که زمین خودشونه چند بار هشدار دادن که زمین موای ای تاجیکستان بهانه میکنه که بحث برانگیزه باشه جوش حلش که و دیمش که ناموس داشته باشه رحمانوف یا که یک گنرال با ناموس ما داشته باشه میبره جنگ میکنه ای خودش میکنه امورا بگذار بحث برانگیزه میگیره ای خودش میکنهش اینا میگن ناموسدار یا کی را میگن دفاع از وطن میبره مجبور امور ای خودش میکنه میفهمید مجبور بحث برانگیزه میگیرش زوری تاجیکستان باید برسه نه که مردم ترسان کاگه ارمیار ترسان کاگه میترسن خب میکنن فقط یک گزارش میتن که یک کار اغوا انگیز از طرف قرقیزستان تمام بام گفته شنید خیلی نمیشه و این کار یگانه ارمیا خطی حل میکنی یگانه تیرباران خطی جنگ خطی حلش میکنی با دیگر رو رحمانوف ریخه میدونی چی میشه ترسون چیکار فقط رقص بازی دمونیش نگاه که افغانستان و تاجیکستان خوبه هیچ گپ نیست در مرزش که در افغانستان خیلی جنگ خیلی ناآرامیه دیدین ما داریم با مرز ازبکستان و تاجیکستان به طرف سوغنام است به طرف ترسونزاده قریب دوشنبه نگاه کنید در اینجا هم هیچ گپ نمیشوه اما 15 نفره گفتن در مرز ازبکستان کشتنشون همه
شرم نکرده یک خبرای دروغ میتن که خودشون بفهمن که باورش نمیکنن ایزا میکشن. گفتن افغانستان در اومدن قریب نگاه کنین بعد دوشنبه اومدگیان با سلطان آباد 200 کیلومتر میشه قریب 200 کیلومتر یا چخل افغانستان در اومدگیان همین سه ماشین ده 15 نفر مرزبانایی که در مرز افغانستان او چخل یا را اجازه دادن و یا هم زید افغانستان هم بدن اگر که با گفتی باور کنیم چخل مرز افغانستان اجازه شد مرز تاجیکستان اجازه شد یا با 200 کیلومتر خوبادیان و تبا گجورا فخرآباد میشه و همونطور قطعی اومدن قریب تا لاهور دهیجه بعد یا گویا فهمیدن زیرک دانو بعد رفتن کشتنشون. برآمد یک نماینده سرحدبانی ازبکستان افغانستان گفت که ای مرز افغانستان کسی گذشتگی نیست. ایده جواب داد راست گفت این کار دستی خودش بود کاری خودش بود خواست که مردم بترسونه. همین تیرباران میدونین مردم برای چی از این میترسه رحمانوف رحمان برای چی از مردم میترسه میدونه که میپرونه میکشه مردم میترسه ترسونچک انمی راه آدم مردم ما و شما برای بد راه ترسون که اگر رحمان بد راه یکم کارش رقص بازی موزیکا دل آدم میکشه اینا شما شریعت نیمچمله میترسن بگن ای نگاه شریعت ای نگاه اسلام رقص بازی نفاق در دل آدم جا میکنه رقص بازی نمی کنسر میگم کو آدم بزدل میشه ترسونچک میشه همین رقص بازیش قطعی مردم حوله کرد یعنی همین غیرت شجاعت ایمان کشید پایان آورد یعنی کم کرد ایسا تیر باران کرد. این نگاه دیگه اگر گپ زنیم برای چی دفاع نمیکنن مرزبانای ما و شما خب به ابله میخپن همش مجبور میبرنشون یا چه دفاع کنن ابله میگیم یعنی که یک جوان دیدن ویدیو زیاد میبرن که در خونه شون یا که در یک قد کوچه های در جای جمعیتی های میخپن گویا که یک تروریست یک آدم کشی که در بدنش نمیدونم مینه داره بمب داره اروژه داره یک مواد ترکنده داره که میخپن ماشین مجبور بارش میکنن مردم هم تماشا میکنن این کار غیر قانونیه. انا خیلی که میبرن البته بعد دیگه وای مرز دفاع نمیکنن دیگه و پروای وطن ندارن. ما با دوره مرزی خیتای و تاجیکستان خب خیتای خیلی حقش گرفت اما با دعوا داره نگاه کنید یه هفته پیش برآمد که 1000 گکتار دیگه همچون اجاره گرفته نمیدونم با مدت چند سال 2 سال پیش هم همتری با کنهای تیلا را گرفته بود کنهای تیلا را پارلمان و نه یک کلی حبته رفت با نمیدونم با گجو رفت دای برای پارلمان یک گپ بزنیم یک صحبتی علیده برآمد گفت که ما 5 ساله دادیمش اما در اوج 5 ساله گفتگی نبود کنهای تیلا را با مدت نامعلوم چند قدر سال یعنی که بگیم یک ذخیره یا یک کنهای مقدس بگیم قیمتی را با یک دولت اجاره داده برای چی اجاره داده کسی نمیدونه کسی دیگه چی نمیگه یعنی خیتای حقش گرفته دیگه تا اینجا به طرف مردم ما و شما هیچ تا امروز من نشنیدم و نیسته تیرباران شده باشه جنگ دعوا نشیده حقش گرفته و بعد آینده میگیره این ترس ما و شما استفاده میبرند این رژیم یا کی دشمنان. انا نگاه که فقط یگانه ما و شما اینا چند سال اخیره قریب بین هر 3 ماه یک نفر میکشن یک نفر تیر میزنن طرفش مرز ما و شما هنگی که گویا هیچ کنه است در مرز همین خیلی مشاهده خانه یک آدم برای دروازه شوی کنی دروازه شوی باشه هیچ کنه باشه بدون یگان چیز بگیری که یک سگ شب بزنی که آدم صاحب شه یک ساکن همون خانه را که آدم همون خانه را یک تبه زنی یا که بکشیش برای بیای در پیش دروازه هیچ کنه باشه هم خیلی شده تاجیکستان به دروازه اما گفتم که مردم خود چکشتنده اوستا بگن که پروفسیونال تجربه داره این ماهره رحمانوف ماهره. خب اینجا من صحبت ما فکر میکنم که در آخر رسانده همینجا اوید به مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان گفتیم که دختر جوان 25 ساله را یک سرحدبان قرقیز پرونده پشت جواب ندادن اینا برن چند نفرش که کشتن از تاجیکستان همواره
در بالنسا بیمارخانه از حساب خودشون توبت میکنن یا که حساب دولت. تو امروز او را قهرمان یا که یگون پولشون دادن یا که نه. یعنی که رنگ یک نفقه میگن، یک خیلی کارا هسته در دیگر دولت ها از تاجیکستان این کارا یعنی که اهمیت نمیده، برای مردم ما شما خش طلب نمیکنن. باید که یا همچون یک قهرمان یا که یک خیلی در جنگ بزرگ وطنی برای چی سومشون میتن رفتن جنگ کردن یا که شاید کجا یک اوقات کنک بود، یک سومکا قپک بود، تو امروز او را سوم میتن میگن در اونجا خیلی اشتراک که یک تیر خورده یا که یک تماشابین بود یا که خیلی برخورد. ما بسیار داریم همین این منو در همین وزارت‌های میگن داخله باشه یا که قواهای مسلح باشه نفرایی که سازن خودشون پنسیون برآوردگی نمیدونن، یعنی مشنیکی یا که به طور قلابی یعنی تقلب کاری کردن. انا می دخترم باید که یگون پول هر ماه معین میکردن براش میدادن و میرفتن ای گنرالش سرکگی تو نمیدونم پسلیدنی افسرشه او بخشش میپرسیدن که ما ترا حفاظت کردن نتونستیم بخشش، ما ناموس نداریم یا که ما ناموس داریم همین کاری ترا غیر قانونی میدونیم یا که یگون چیز باید میگفتن دروغ میگفتن باید ایوزان عذر میپرسیدن نکردن. نه بعد همون چند بار دیگه این سال این هفته گذشته بود با همین بیناموس با همین بیناموس امامعلی رفت با اینمو هواپیما خمیدن ده همه حرفی پ گی سودن ای وزیرش تو رئیس ولایت سوخت مردم دایره زنان بیا خوش اومدی که بیا نگاه کنین ای به خودمونه اگر کم تا گپ سخت میگم خفه نشین خوبتون میکنن میزننتون خوبتون میکنن این حقیقتونه وقتی که گپ زنین اینا روز نگاه کنین اگر برای نمی کارایی که در مرز شد یا که در دیگه جا میشوه یک بار مردم میخست ما باور داشتم که تمام گنرال ها همش با پا نظام است که سمیر نمیستودن در پیش ما همش بخشش میپرسید همش چه قهرمان میگرفت همش چه وطن دوستدار میگرفت اومالی پیش هم میونش بستگی میگفت که انا ما فهمیدم که اینجا ای بیمونه بوده تمام ارمیه را با پا میخیزون قواهای مسلح را چی من نخیزون 2017 بوده سال جوانان بود 7 نفر سیاحی را در شهر کلوب دوشنبه بین دنغره ناحیه دنغره داد گویا که در یک لگنز 5 نفر بودن 5 نفر 7 نفر کشتند با کورچه کشتند با چی نامعلوم دروغ میگه رژیم. خب به هر حال هم 5 نفر کشت تمام قواهای مسلح خسرف دنغره تمامش وزارت داخلش علایده وزارت مدافعش علایده گوارده ملی علایده امنیت علایده بتالیونای زودعمل سپیسناز امانش علایده رفتن هم 5 کودک کشتن 5 کودک کشتن زنده هم نقبیدن شد. برای چی؟ کاری خچون بود انا نگاه کنین با طرف مردم خمون زوران استوهان چی با در مرز ما و شما مردم ما و شما رو میپرونن یگون قواهای مسلح یگون افسر یگون گنرال قهرمانی نشون نمیده. برای چی؟ برای که رحمانوف ای مردم بیزاره رحمانوف ای مردم ما و شما بیزاره فقط در حالت کیف صفا رقص بازی شما داو در کنید یعنی که بیارین دختراتونه تماشا کنه چشمش سیر شوه با بیارین اونجا زواد عرق کردین شراب در بلای سوخت عرقش بیارین بزنه ببرای میدان در پشتون بجنبونه مسخره بازی کنه یا که به حالتون بخنده شما شکرانه بگید. خب این صحبت درباره مرز قرقیزستان و تاجیکستان که متاسفانه نتونستیم اقلا مردم ما و شما بخیزیم یگان صدا ببراریم که بیاین ارمیا یا که نمیدونم کدوم افسر گنرالی بیایجا دفاع که یا که بیایجا در بر ما بیست نتونستیم این کارا شرمندگی ای بای بیناموسی وطن دوستان نیستیم دروغ میگیم اینمی کدوم گنرال کدوم سرباز افسر بگم وطن دوست میگم روش سیاه میکنه دوست نمیداره. خب در ولایت سوخت چیده اگر وطن دوستدار باشه ای ولایت ختلان بخیر بده و بره وطن دوستدار همیه جنگ شوه این خیلی گپ نیست که در ولایت سوخت چید ما در ختلانم ما در چیم خاروقه اینو بدخشانم یا که ما در دوشنبه فرق نداره میگم که وطن از همین 4 طرف فرق نداره در کدوم مرزش جنگ میشه وطن دوستدار اینجا میده و میره یکم باید که همین رحمانوف دایدن میرفت نکله نمیستد بازونو میزد در پیش مردم. ولی خیلی
چاپلوسش میبره میگه که پادشاه عادل یا که غمخوره، دوست داره، یتیم پروره. این حادثه در میدونه که دیگه فراموش میکنه این گپورا. خب اینجا من صحبت در این باره با آخر میرسونم. موضوع دیم دارم درباره پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. درباره پیغمبر یک صحبتی کوتاه داشتم یک سال پیش بود یا 6 دقیقه یک حدیث پیامبر را گفته بودم. این باره تکرار میکنم که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولده و والده و الناس اجمعین. جامعه سنن مسلمه نیمچه ملاها طالب علم میدونیدش. حدیث روایت کردی کتابی صحیح مسلمه. پیامبر خدا میگه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که ایمان نداره. ایمان میفهمید چیه؟ ایمان باوری نداره نفری که هیچ نفری از شما مگر اینکه مرا، پیامبر میگه مرا از خودش یکم، بعد از زن فرزندش، بعد از پدر مادرش، در عموم از تمامی مردمی روی دنیا زیادتر اگر دوست نداره او ایمان نداره. این گپی پیامبر، گپی من نیست. ایرا هیچ کس نمیتونه این کار میتونه نفر مسلمان نباشه. هیچ مسلمان نمیتونه ایرا این کار کنه، یعنی قبولش نکنه، بگه این خیلی نیست. این حدیث هم حدیثی صحیحه و آن خیلی باید باشه. پیغمبر علامه اقبالی لاهوری رحمت الله علیه 78 سال میشه و وفات شد. سال 1877 تولد شده، 1938 وفات کرده. تولد در بعضی میگن هندوستان، بعضی میگن خب پاکستان و در لاهور پاکستان وفات کرده. 78 سال یا 80 سال قریب میشه وفات شد. خب نگاه کنین از همین وفاتش همین خگذشت پیغمبر چنان دوست می داشت که چندین شعر داره از اون جمله یک شعر شما قرائت کنم. ای تهی از ذوق و شوق و سوز و درد، هیچ میدونی عصر ما با ما چی کرد. عصر ما رازی ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. یکی از شعرهای علامه اقبال لاهوری، متفکر دانشمندی عالم اسلام بود. شعر بسیار معنی بزرگ داره، معنی کلان داره. نگاه کنید قریب 10 روز می شود در فرانسه یک معلم تاریخ بوده است، کاریکاتور که عکسی خنده آوری پیامبر ما و شما را میکشه در طلبه نشان میده، یعنی بخندید نه باولش. همین معنی خطیه. ما پیغمبر اهل سنت و جماعت در عموم هر کس که مسلمانه پیغمبر حضرت محمد مصطفی را اخیران پیغمبر میدونه. اخیران پیغمبر، بعد یه دیگه پیغمبر نیست. چند تا در افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان در برآمد در هر جای میبره او دروغ میگن، اون مشینی که یک شیطانه. دیگه پیغمبر نمیاد. اخیران پیغمبر، اخیران کتاب قرآن به پیامبر اومده. همه ما و شما مسلمان ها اخیران پیغمبرش میدونیم و بغیر از این پیشوای تمام پیغمبرها، امام الانبیا، پیشوای تمام پیغمبرها و پیشوای تمام امتش ما و شما و اشرف المخلوقات میدونین. بهترین انسانی روی زمین، اول دنیا تا آخر دنیا بهترین انسانی روی زمینه و غمخوارترین بهترین خدمت‌های بزرگ در حق تمام انسان‌های روی دنیا کردگیه. اگر تولدش یک خلاصه بگم، من در این باره یک صحبتی درازی مفصل باید بکنم درباره خالص پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی.
632 میلادی تولد شده است. 570 بعضی 571 میگن وفات کرده بین 63 سال، یعنی 63 سال عمر دیدگی. خب نگاه کن دمی عمرش دعوت ها کرد از طرف مشرکا، زیاد چی شد؟ اذیت دید، آزار دید. خب ایران بدونه که 7 فرزند داشت، 3 پسر 4 دختر. ابراهیم از کنیزش موریه قبطیه و عبدالله و قاسم 2 فرزند 4 دختر دیگه، 3 پسر 4 دختر. پسراش در خردی وفات کردند. 4 دختر رقیه، زینب، ام کلثوم، فاطمه زهرا. 4 دختر دیگه داشت. یعنی همش از بغیر از اون پسرش از مادرمون خدیجه بود. زنهای پیغمبر مادرای ما و شما. هر کسی با پیغمبر یا با زنهاش، حتی با اصحابش، هر کسی اصحاب میدونه چیه، صاحباش، همراهاش، یاراش، نفر پیغمبر را دید، با پیغمبر ایمان آورد، با ایمان ایدن رفت، او اصحابه، او صحابه میگن او را، ما با او ایمان داریم، ما او را دوست میداریم. هر کسی با اصحاب، با زنهای پیغمبر، با پیغمبر یک فرمان رو اشاره میکنه، توهین میکنه، یک گپ سخت میگه، ما حق داریم او دفاع کنیم، ما حق داریم دفاع کنیم. خب نگاه کنید، در فرانسه معلم کاریکاتور کشید. من خبر در خوندم که یک شهروند الجزایر 38 ساله کشتهش. بعضی گفتن یک جوان 18 ساله چچنستان، نه خیلی نبود. میگه او جوان 18 ساله این کار روز 17 اکتبر نبود است، یک ماه پیش بود است، در ماه سپتامبر. او جوان چچن میگه در همون کوچه های فرانسه چند نفر کورچاپ کرده است. بعد از او این معلم همین کاریکاتور در مکتب نشان داده است. همین الجزایری، همین مردی 38 ساله باشه، 48 ساله، فرزندش در همون مکتب میخونده، خبر داده پدرش که همین خیلی است، همین مرد رفته همون معلم سرش بریده است. خب در جای حادثه جزاش گرفت معلم و این شهروند الجزایر به دست در همون فرانسه، این هم جزاش گرفت، این هم کشتن. همون کارتبازی میگن که بیتا شید، باید که دیگه با همین خلاص میشید. یعنی نگاه که ما در یک چند ماه پیش بود، این همی یا آلمان بود، یک نفر در اومد در مسجد چند نفر کشت، نگفتن که مسیحی بود، نگفتن یهودی بود، نگفتن دیگر بود. وقتی که این کار شد در فرانسه، پرزیدنت فرانسه، ما فکر میکنم خطا کرد. این نگاه من خطا کرد، خطای بزرگ کرد، نابخشیدنی. در راه داره پرزیدنت فرانسه، در راه داره، یا استعفا میده یا از همه مسلمانای روی دنیا بخشش میپرسه. این دیگر راه نداره. سیم واریانتش هم نمیبینم، یا استعفا میده یا از مسلمان‌های روی دنیا بخشش میپرسه. نگاه کنین، برآمد گفت که این کار ما آزادیه و این کار ما دوام میتیم، با فرمان داده که در همه اداره ها همین عکس‌ها را آویزان کنید. خشم غضب تمام مسلمان‌های روی دنیا را خیزون، بغیر از تاجیکستان میدونه که تو همو فس نگه خیلی پیشواش میگن، گفتم که در مرز چی میشه؟ پیشوا چی نمیگن؟ پیشوا کسی نمیگن که در صف اول باشه. در مرز جنگ میشه باید در صف پیش باشه. پیشوا کسی که پیشوا پرستی نبود. خب نگاه کنین، در اینجا اکثر راهبرای کشورهای اسلامی هم صدا بلند کردن، آواز برآوردن که این کار غیر قانونیه، یعنی واکنش دادن. پرزیدنت ترکیه برآمد دیدن، گفت که از نگاه ما گفت برای از تشخیص طبی بگذره روحی، و گفت مردم شکی از مالهای فرانسوزی نخرین، خودداری کنین. همچنین در پاکستان اونو سروزیرش چی داشت؟ عالم خانم داشت یا که نادر خانم داره، سروزیر پاکستان هم برآمد قانون پاکستان زورنده. پاکستان جمهوری اسلامی قانون اسلامی داره. سال 1980 در پاکستان قانون برآمده بود که هر کسی با قرآن توهین میکنه، کتابی مسلمان‌ها، حکمش ابدی زندانه، حبس ابد. قانون برآمد بود سال 1982 در پاکستان قانون برآمد که هر کسی با پیامبر توهین میکنه، یعنی تحقیر میکنه، هر کاری روا میبینه، هم حبس ابد هم حکمش قتل، اعدام. دو تا قانون برآورد، یا حبس ابدش میکنن یا که میکشنش. و قانون دیگه سال 1984 یا 85 در پاکستان برآمد، هر کسی علمای اسلامی را یک توهین، تحقیر، مذاق یا که یگان گپی بیزه میگن 3 سال باید که زندان شود. قانونای پاکستان هست. نگاه کنید، در همینجا
واکنش داد، مردم پاکستان هم اعتراض کردن، تظاهرات برداشتن. برای چی؟ برای همین گپ پرزیدنت فرانسه. ایران هم همچنین واکنش داد. ایران هم من خوندم دیدم واکنش نشان داد، یعنی راهبریتش جمهوری اسلامی ایران. با غیر از این یمن دا یک تظاهرات دیده نه ویدیو دا، تظاهرات بزرگ بود که نام پیامبر بود، مردمی شاید که صدها هزار به اوجا برآمدن به میدان تظاهرات کردن، یعنی دفاع یا که دوست داریش محبتشون به پیغمبر اشکار کردن یا که اعلان کردن. در یمن همچنین در الجزایر بود یا که دبی هم دیدم یک عکس بود. در ازبکستان هم یک عکس برآمد، شاید ازبکستان باشه قرقیزستان باشه، یعنی دفاع کردن. همچنین امروز بود خوندم مفتی چچنستان هم برآمد یک گپی سخت ترین پرزیدنت فرانسه را گفت. همچنین رئیس جمهور چچنستان هم برآمد یک گپی سخت دیگه چی را گفت؟ رئیس جمهوری فرانسه را گفت. انا که ببینید زیاد دولت ها بود و این عمل تمام نشده. اگر این کارشون رفتن بگیره، احساسات خشم و غضب مسلمان ها را زیاد کنن، دنیا ناآرام میشه. اینا بدونید دنیا ناآرام میشه، زیرا تمام دولت های روی دنیا مسلمان داره و تمامش حاضره که به پیامبر جانش بسپاره، یعنی دفاع کنه، حاضره که به همه کار دست بزنه، همه کار. گفتم کو یکم حدیث گفتم، حدیث پیامبره که هر کسی که پیامبر از خودش نفسش چند خطاختون بعد دوست می‌دارن کو آینه در 3 بار نگاه میکنین، از خودش، از پدرش، مادرش، زن فرزندش و در عموم از تمام پیشوا پسوا و تمام رئیس دیگر رو اگر زیاد دوست نداره ایمان نداره. من یک صحبت داشتم، همین میترسن شاید رسانه‌های ما و شما در تاجیکستان یک بار بکنین، یک بار میکروفون رو برین بگین که پیامبر دوست می‌داره که پیشوای ملت. من قبولش ندارم اما که رسما یا که مخ ساختکاری باشه که مردم اکثرش پیشوا پرست ده، هم با نگاه عموم میگم مگن که پیشوای ملت دوست می‌داره پیامبر خدا را. من باور دارم که یک نفر حاضر نمیشه که من نگاه من شاید خطا باشه، یک نفر حاضر نمیشه که بگه که من پیشوای ملت دوست نمی‌دارم پیامبر دوست می‌دارم. یک نفر حاضر نمیشه. اگر حاضر شوه شاید این خیلی بگه، نمیگه که پیشوای ملت دوست نمی‌دارم، میگه پیامبر من دوست می‌دارم. این خیلی میگه. اما گفتم بگه یک روز بعد یا ساعت پس میبرن میگن تو پیشوای ملت دوست نمی‌داری، تو اسلامیستی، تو اسلام ستیزی، تو تروریستی. میبرن میزنش، فردا میبره میگه پیشوای ملت زنده باشی. دیدین جان فدایی را نمیگن، جان فدایی یا که دوستداری را نمیگن. امروز ساعت وقتی اومده که ما مسلمانی زبانی نباشیم. مسلمانی زبانی در کار است هیچ که مسلمانی قلبی و زبانی باشیم، یکم قلبی دویم زبانی. نگاه کنین پیامبر ما و شما ولی یک روزی الهیده در این باره صحبت کنم چقدر زحمت ها کشید، چقدر دعا کرد، حتی برای پرزیدنت فرانسه هم دعا کرد. اینا میدونین ما و شما اشرف بگیم امتیم، بهترین امتیم. ای تمام امت‌های گذشته را ما و شما 1400 سال پیش بود پیامبر ای دنیا رفت، نه که امتی ما و شما امت شیم، از تمام انسان‌های روی دنیا دا گذشتگی دا ما و شما بهتریم. انا که ببینید همون شعری کی را گفتم که علامه اقبال لاهور را ما و شما پیامبر بیگانه شدیم. نگاه کنید در این کار تاجیکستان چی خپه؟ تاجیکستان برای چه خپه؟ چی میگین شما؟ خب ای نگاه من شاید که ای حمد از زیاد من رحمان فکافی گفتم یا که نمیدونم لعنت گفتم، ای حمد از زیاد شاید من گفتم که باشم. ما او را قبول ندارم ای اسلام دفاع کنه، نمی اومدی را من قبول ندارم ای اسلام دفاع کنه، اما یک امید دارم که در تاجیکستان شاید یگان ملای بناموس. خب اگه مفتی بناموس این مفتی چچنستان برام گفت، مفتی ما شما گفتک یک کاریگاه باشه میبرم اگه بوکس حرامه، خدمت رفتن به وطن فرضه، دیگر شده فتوا میده. در این کار خپن مفتی. خب یالکش امامعلی خب مسلمان نیست، ایخ ویزا میکشه، شاید که امامعلی خرسانش نباشه این کار. میدونین برای چی؟ این نمی کاری که مسلمان ها علیه فرانسه واکنش نشان میده تاجیکستان خرسانده، مخصوصا امامعلی. برای که سال گذشته 6 نوامبر او چی رفت؟ سوئیسریا رفت، 7 یا 8 فرانسه اومد، رحمانوف فرانسه اومد. انا می پاریس هموطنان ما و شما اعضاهای حرکت سیاسی گروه 24 پیشواز گرفته بودند. باید هسته در
یا چایخانه بود یا که مهمانخانه پنهان شید. پرسید که قهرمان ملت، اساسگذار صلح و وحدت، جناب آقاخان نمیدونم ددمروز، این همین آدم در همون بیمارخانه بود یا که گستنیسه بود مهمانخانه جاگه شید پنهان شید. ویدیو هست، بود این ویدیو را بینید. برای چی؟ برای فهمید که در بیرون دیکتاتورش میگن ظالم، تروریست، دشمن، خوینش میگن. در بیرون ویدیو هست. برای همون رنگی که آدم یک بعدیت کنه و بعد یا آدم میگه او دا بعدی کنه خرسان شد، این رحمونو در این شاید خرسان شد است. برای همون خفه. اگر نه کار باشه برای همدردیش بیان میکنه یا که نمیدونم یگان گپ میگه در کار وزارت ما و شما همون وزارت خارجه داره یک قلم یا دفتر در مینویسه اون چی. و میانمار بود کو میانمار در اونجا هم تریشی در باز ظلم علیه مسلمان‌ها همین اومالی دفاع کرد. ما را هید نمیره. برام رئیس جمهوری ترکیه قد تلفنی گپ زدن، یعنی تلفنی هر دش محکوم کردن عملی چیرا میانمار، یعنی که ظلم به مسلمان‌ها بود. اما نگاه کنید این هم در یاد ماست که 14 اپریل 2016 بود یا 17 ایرا در صفحه فیسبوک من نوشته بودم. در تگزاس امریکا یک نمیدونم مسلمان بود با فکر مسلمان بود در اومد در یک کلوبی همجنسگراها 400 نفر تیرباران کرد بود. 14 نفرش یا 26 نفرش وفات کرد بود. قریب 400 نفر چند نفر گشت یعنی زخمی شد، مجروح شد. رحمان برآمد همدردی بیان کرد بود با پرزیدنت امریکا. گفت که ما در این حادثه محکوم میکنیم عملی تروریستی را و او قربانی های شدن یعنی همجنسگراها اونا جاشون نمیدونم جنت گفت کجا گفت و او نفرش که بیماره شفای کامل در گاه خدا وکو نمیگم شفای کامل برای او تمنا دارم گفت و با اهل اویلاشون صبر جمیل گفت. خب موضوع ما درباره چیه؟ درباره پیامبر و اطراف مردم ما و شما که سر صدون نمیبرن. بعضی‌ها هستن، بعضی‌ها در سایت ها هستن که نگاه کنید یک چیز دیگر من نمیفهمم. همینجا رحمانوف از این پرزیدنت فرانسه ده زیادتر تحقیر کرده با پیامبر، با اسلام، با قرآن، با مسلمان‌ها، با اسلام، با مردم. شاید که یک نکته هایی که در جهان در جامعه که کسی نگفته چی یا که خاموشی مردم ما را دید دیگر ملت رو خب کردن. اینجا در بوم که پرزیدنت فرانسه خطای کلان کرد وقتی که نفری که گناه کرد امر به قتل رسون همین جزاش اگر مرد. اینجا در اینجا چی با پیامبری که 1400 سال پیش مرد او را آورد در میون مرد. تا باید کار نگیره، باید کار نمیگرفت، خطای کلان کرد. اشیب که این کاری کلان است، خطا و گناه کلان است که مسلمان ها به خشم میان باور کنید جامعه را دنیا را جزیر میکنن. یعنی در نظر دارم که شاید که با جنگ با خونریزی ها دست بزنن. باید به احساسات نگاه کنیم. گفتم که یک نفری که از دیگه ملت یا که از دیگه دینه، وقتی یک نفر میکشه نمیگن که چی بود، مسیحی بود، یهودی بود، نمیدونم کاتولیک بود، افتاد پرست بود، سنگ پرست بود، حیوان پرست بود. وقتی یک مسلمان شد در حال میگن که یک مسلمان یک نفر کشت، یک مسلمان یک کاری بیزیب کرد برای اسلام پس کنن. یاد دارین که یک دایی برای صحبت داشتم رحمانوف از کجا دیده ما همین کار همی داد نمیدونم هم خندم یا هم خشم میکنه. در یک برآمدش میگه که در فرودگاه پدر میآید پسر با او سلام نمیکند. این چگونه اسلام، این چگونه دینه؟ اینا ببینین عقل دیونه را ببینین که همه عقل داره. یک نفر قدی پدرش سلام نکرد، یک نفر پدرش کشت، یک نفر مادرش کشت. در اینجا اسلام چی؟ تا نمیمونه که درباره اسلام گپ زنن. تمام مدرسه، مسجد، ملا، نمی قوری طلبه را محکم کردی، همه جورا درا را برای مردم بستی. دیگه چی با اسلام میگویی؟ هم قایدش ممکن بگه که بچه اگون ملا بود یا که اگون اگر ریشدار میاد میگه که ریشدار ای چگونه ریشداریه؟ شما ببینید این دروغه، این گپش دروغه. تو در ایرپورت اگجا دیدی او را؟ تو اگجا دیدی؟ کامera موندی؟ اینا دینه چی با کامera نموندی؟ نفری که گویا خودش چکشته
دیروز چی من ندیدی که چگونه اسلام بود یا کدام حزب بود؟ ایرا چی من نگفتی ای کدام حزب بود؟ خود کشت ای کدام حزب بود؟ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. این امروز یک نفر دیگه ای 3500 سومون دستگیر شد. ای کدام حزب بود؟ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از ناحیه سینای شهر دوشنبه با پورا دستگیرش کردن. کارمندی مهاجرت و مهنت بود یا شغل اهالی بود همی بود. یک کارمندی بگیم بلندپایه یک ساختار از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. چی من نام حزبش نمیگیم؟ ای کدام حزب بود؟ باید جا حزبش بگوی. اگر که یگون حزبی مخالف حکومت باشه رژیم باشه در حال میگن ای کدام حزب؟ فقط حزبش را کلمه میکنم. حزبش پیش چی میاره که فلان حزب بود. چی باید جا حزبش چه نگفتی؟ خب نگاه کنید انا این ماشینیک در همه جا کامera داره همه چی به خبر یک ویدیوش میگه. یک ویدیوش من میدونم که میگه که ما همه چیز میدونم همه چیز میگم آدم میرسه. فهمیدین؟ همه چیز میدونه فقط ناموس نداره، ایمان نداره، وجدان رحم نداره. نمی فقط میفروش میگن که رقص بازی شکرانه کنی نمی همه در پیش سجده کنن سرش خم باشه. این هم خچه زیده معقوله. تمام. نگاه کنیم. گفتم که مفتی رحمان فت دیگه یوره چی نمیگم یک سگن یا قدر قیمتی ندارن که دیگه اسلام دفاع کنن یا هیچ بونای برن اسلام. فقط یاده دشمنی مونی. ما ملاها داریم. ملاها نهایتش باری شد ده 3 وجب مونده. هم قدر بعدش دیدم از همون سال گذشته 19 ایول بود. 19 ایول بود. دایتون نسته هموطنان نرخ اینترنت باید بلند می‌برداشتن. تمام مردم یک کمی واکنش کرد با پخست از داخل خارج. همین ملای ریشدراز ایشانی سریوگا برآمد در اومد نوشتم یک روز درباره حرامی باید گپ بزنم. در برآمد گفت که اینترنت حرامه، اعتراض تظاهرات میتینگ حرامه. با ای حدیث گفت آیت گفت ما تاجیکستانی ما زیباه، دختراش زیباه، کوچه‌ها زیباه، سطل موسرش خشروان. همین خیلی همه گپا را گفت. 18 minut گپ زد. این همین نو باب رومد بود سر کرد خوک شپیره. این همو ترماد 5 سال 6 یا 6 سال باید که یک 15 سالگی میشیشت. این زیبش همونجا اگر چه بعضی زندانی هم ای بیزار شدن در همونجا هم چوپلوس بوده. به هر حال 2 روز پیش باب رومد. این سه چون باره برام است خوک شپیشه. این همیشه شاید حج رفته باشه. شاید حج رفته باشه. برآمد حبیب دادو نمیدونه که بوکس اینگاه اسلام درست نیست، سومش درست نیست یا که او قدر دور دیدی، او قدر جنگ تو بگجا دیدی. تو گفتی اینترنت حرامه. تو گفتی ماشینیک ای سریوگای ماشینیک تو گفتی که اینترنت حرامه. تو برای چی ویدیو کردی؟ چند ویدیوش برآمد در اینترنت؟ چی وقت کاری حرامه کردی موندی؟ در اینترنت تو میگی حرامه. پیشو پرستی تو. تکبیر گفتم میگه جون خستم گفتم امام علی بزرگه. یا ویدیو شدیده ماشینیکا. و دیگر ملاها اونا حاجیش باشه یا که دیگر روحانیایش که یا که نو خطیبایی که حکومت سو میگیرن. بعضی هم اینو حج رفتگیان. حج مکه مکرمه رفتن و مدینه منوره پیامبر ما شما در مکه تولد شد، در مدینه وفات کرد. حاجی ها میروند زیارتی کعبه مکه، از اوجا میروند زیارتی پیامبر ما شما مقبرش قبرش در مدینه منوره. در پهلوش عمر رضی الله عنه و ابوبکر صدیق خوبه. یعنی هر سه در اینجا ملاها زیارت میروند. در اون جمعه شاید که گریه کنن. شاید من نمیدونم ندیدم. شاید گریه کنن. برای چی؟ اگه گویا که پیامبر را دوست میدارن. گویا در تاجیکستان مولود میکنن. زار میگریستن. یک کمیتش میبرامد شعر میگفت کو چی میگن خونونده مولود یا شعرهای نتر اسلامی میگن همون را میبرامد یک قوریه که چیزی باشه میبرامد یک شعر میگه و دیگه ما گویا که صوفی یک نتری روحان گویا که یک تاثیرشون کرد. گریه را میگذاشتن. گویا که پیامبر را دوست میداشتن. مولود میکن تاریخ پیامبر را نقل میکن میگریستن. خب تمام شما دوست میدارید پیامبر را به حد دوست میدارید. قبرش رفتن گفتیم بعضی حاجیایی که رفتن ای پیش باور دارم که گریه میکنن. باور دارم. نگاه کن در این حالتی اومد. خب
شاید اشاره حکمت نگاه دارن، شاید اشاره حکمت که ببره یگان شون بگه بعد یا بدان دفاع کنن، یا اینکه مالی دیگه کشور یا که دیگه پرزیدنت سر کار ندارن در داخل تاجیکستان، در داخل ما و شما چی تحقیر راشید؟ چی تحقیر راشید؟ با زنهای پیامبر چی تحقیر راشید؟ رحمان ابن ملعون چی گفت؟ زنهای پیغمبر به حیا گفت. باور میکنین ویدیو 2 تا 3 تا ویدیو شد، 2 تا 3 تا ویدیو شد. زنهای پیامبر به حیا گفت، به عفت به سعادت گمراه گفت که زنهای پیامبر مادران مسلمان ها، مادران ما و شما. دفاع نکردن این ملاها یا که نمیدونم بعضی شاید اولیاش متراشی دفاع نکردن. خب نگاه کنین دفاع نکردن. ما گفتم که ما باید کار نگیرم، نیک میبینی که ای حقیقت اسلام گپ نمیزنن، گویا که وارث پیامبرن، گویا میبینیم میبرن اما تا میخوانه اومده روی دوست میگیرن میگردن، یا که میگن که شما را هیچ نگین، شما را هیچ نگین، چیزی میگن شما را هیچ نگین. بعد آدم قهر میکنه، غضب میکنه. برای همین ملا ما شما باید کار بگیریم. نفری که شاید نخیر اعتقاد دارن که ملا دوست خدای، ملا ولی اولیای، یعنی یک آدم بزرگه و گپ زدی زبان قوق میشود، دست شخ میشود، نمیدونم دیوانه میشه، هیچ گپ نیست، دروغه. این گپ دروغه. ملا وقتی خطا کرد ما و شما باید راست بکنیم. اسما وحی میاد، وحی را میدونی نه دیگه، وحی نمیاد با ملات که ملا را اسما کنترل کنه، یا که یگون پیامبر دیگه نمیاد. ما و شما حق داریم که ملا گپ خطا کرد بگیم که ملا خب کدام که تری سختی بعد دوستشون میداره، اقلا برای راست خوب بگوش که اکای ملا یا که حاجی کسی نیستی، بیا یا که حق بگو یا که به همی چی کار نگی خیلی مبارزه، یا که به همی صفر خطا اسلامی میگیری، اما اسلام صفر گپ زد، صفر گپ زد، دروغ میگوی، صفر دروغ میگوی. خب در این جمعه باز میگم که حدیثی گفتم، حدیث پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتم که همه این ملاها شاید یگان بار گفتگیش باشن. شاید نگاه کنین با میگم که پیامبر از همه چی باید ما شما دوست بداریم. اما پیشنهاد کردم اگر بکننش خوبه در تاجیکستان یا میکروفون بگیرن پیامبر دوست میداره که پیشوای ملت کو ببینیم پیدا میشه. این آزادی میگه نه، تاجیکستان دولت دموکراتی آزادیه، کو بکنینش هم بکنین که پیامبر دوست میداره، یا یکی امامعلی رحمونه، یا که یک سوال دیگه، یا که یک موضوع دیگه برای رسانه ها، از خدا میترسی یا که از پرزیدنت؟ یعنی تو تاجیکستان دیگه جور نگو، مردم ما بغیر از امامعلی لو پرزیدنت هم مذاق میکنن، لو پرزیدنت گپ میزنن، لو بایشه لو بای گپ میتونن گفته، فقط همین امامعلی شد گویا که همین جانش در همین قرتقش اومده از راه درو برو شد، همین خیلی میشه. برای همین سوال دیمش همینه که ای خدا میترسین یا که نمیدونم ای دوزخ میترسین یا که ای زندان یا که ای رحمانوف. همین سوالا رو بتین بعد میبینه که مردم چند قدر ترس داره ای رحمانوف، چقدر میترسه. دجال در آخر زمان میاد، دجال میاد خود چه خدا میگم آشکار نه گپش نگیری کو میگیره میکشد، میگیره عذابت میده. انا این رحمانوف ولی باشد چنین عذاب نتونه داده، او ایده بدتر میکنه. ربدو برای همین سخن ما درباره دفاع پیامبر بود. گفت که پیامبر ما شما 1400 سال پیش که مرا هر کسی از خودش، از فرزنداش، زندش، پدرش، مادرش، در اون از تمامی انسان‌های روی دنیا زیاد دوست نداره، ایمان نداره. انا که شما تصور کنید که کسی امام دوست نداره، ایمان نداره. پیامبر همین گپ گفت. دیگه اینا دیگه خیلی تعلیل کردن نمیتونه هیچ کسی که از تمامی انسان‌های روی دنیا پیامبر از زیاد دوست نداره، ایمان نداره. امروز همه شعار میزنن ما پیشوار میگه دوست میداریم، آشکار میگن ما پس دیل رو نمیدونیم که دلیلشون دروغه، دلیلشون نمیدونم راسته، اون دیش همون نمیدونم میگه ای زبانش میفهمیم که ای پیامبر در زیاد رحمان و دوست میداره. این چی معنی داره؟ معنی منافقی را داره. این معنی چی را داره؟ پیشوا پرستی را داره. یک گفتم که شرکه، این کوشش شرکه، شخصیت پرستی درست نیست. اینا ما پیامبر را دوست میداریم، نگه برای پیامبر سجده نمیکنیم، درست نیست. سجده نمیکنیم، پیامبر را به خدا هم برابر کردن نمیتونیم، غیب نمیدونست پیامبر، این کار ما کردن نمیتونیم، درست نیست. دوست داری پیامبر، اول خدا را دوست بدار بعد پیامبر را. یک خدادم ما همی چی نمیدونم که میگه هم پیشوای ملت دوست میدارم هم پیامبر را. این گپ دروغه. در دل دو محبت چه جا میشه؟ تو دروغ میگوی، یا تو ترس میگوی
یا واقعا منافقید. خلاصه سفر رحمانوف در فرانسه بود. سال گذشته 7 نوامبر پیشوازش گرفتن، جنگ هم شد، خوب گفته شنیده های بیزیب کردن. به هر حال رحمانوف سخت قصد داره در فرانسه. شاید که رحمانوف خرسان شده میکنه. با میگم که من امید ندارم، پروا ندارم رحمانوف دفاع نکنه، او مسلمان نیست. اما در همین حالتی که تمام مردمی جهان ای پیامبر دفاع دارن، اقلا باید که ای داخل تاجیکستان یگان ملا یا که نمیدونم یک اعتراض یگان چیز باید میکردن که نشانه محبتشون به پیامبر نشان میدونن. همین کار باید میکردن. ما میگم که این کاری پرزیدنت فرانسه ضرر کلان داره، خطر کلان داره. اگر رفتن بگیره باور کنین این بسیار نگاه کنین کارش خطا بود، باور کنین خطا بود. همین گپش قطعی نگاه کنین. اگر که مسلمان‌ها بخیزن با نمیدونم کارهای بد دست بزنن چیکار میشه؟ جامعه دنیا جزیر میشه یا نه؟ ناآرام میشه یا نه؟ میشه. گفتم که در راه داره، یا که از مسلمان‌ها بخشش میپرسه یا که استعفا میده. هم راه داره، دیگر راه نداره. این کار خطا کرد. پیامبر ما و شما را هیچ کس، نه تنها پرزیدنت فرانسه، هیچ کس حق نداره که یک گپی پس بگه یا یک گپی بزه بگه تحقیق کنه. هیچ کس حق نداره. هر کسی گفت ما و شما باید که دفاع کنیم. دفاع کردن تنها با کشتن. همین کاری هم معلم کشتکو هم نفر این در پیامبر هم شاید روزی نمیشید. زیرا پیامبر در وقت زنده بودن خودش ما داریم حکایه‌ای که دشمنش میکردن، مذاق مسخرش میکردن، میتونست دفاع کنه خودش، نکرد. دلسوز تمام انسان‌های روی دنیا بود. برای همین کاری که کرد خیلی جوابش گرفت. قاتل مقتول هر دوش بگیم که جوابشون گرفتن. اما برآمد وقتی پیامبر ما شما را گفت خشم غضب مسلمان‌ها را بیدار کرد. در اینجا خیلی دعا کنین کسایی که دفاع کردن نتونستین، کسایی که واقعا پیامبر را دوست می‌دارن دعا کنین که پیامبر ما و شما از ما و شما راضی باشه. نگاه کنین ما صلوات برای چی می‌فرستیم؟ بسیاری ما صلوات می‌فرستیم با بعضی روز جمعه برای که پیامبر ما و شما راضی شوه. این کار یکم نبود. فرانسه یک 5 سال پیش بود که 10 سال پیش هم یک بارگاه یک نفر دیگر هم در فرانسه برای این کاریکاتورش چی کرده بودن، کشته بودن. چند بار شد اما نمیدونم یا عبرت نمیگیرن یا که شاید در اینجا یگون نقشه و یگون برنامه خاصه ایشان شاید این خیلی هم باشه. به هر حال در اینجا من سخن با خیر میرسونم. در باره پیامبر در شخصیت این بزرگوار یک صحبت علایده میکنیم یک روز دیگر. در اینجا من سخن با خیر میرسونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.